به نام خدا با تقدیم سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم همه‌تان خوب و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید از مضمون بیولوژی صنف دهم را می‌خوانیم. این درس ما درباره تجربیات مندل هست که شامل صفحه 58 و 59 کتاب بیولوژی صنف دهم هست. شاگردای عزیز، شما خوب دقت کنین تا اینکه به ادامه روز قبل که ما درباره نبات موشنگ صحبت کردیم تجربیات مندل را هم بفهمین و این را یاد بگیرین که در چند مرحله انجام شده و به کدام نتایج دست یافته. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. پس این موضوع خیلی مهم هست. اساس علم ژنتیک را همین تجربیات مندل تشکیل میده. اگر شما تجربیات مندل را یاد بگیرین با علم ژنتیک خیلی زیاد آشنا شده میتونین. ما روز قبل درباره نبات موشنگ صحبت کردیم و گفتیم که انتخاب مناسب مندل در انتخاب نبات موشنگ بود. نبات موشنگ ویژگی های زیادی داشت. زود نمو میکرد، زود گل میکرد، نسل زیادی رو تولید میکرد و همچنان همه این موضوعات نشان میده که چقدر یک انتخاب خوبی رو انجام دادم خود مندل و همچنان مندل کوشش کرد که خود محیط را مهیا بسازه که در اون محیط گردافشانی خودی صورت میگیره. یعنی عبارت از حالتی هست که همون نبات دارای آله تسکیر و آله تانیث می باشه، هر دوش را شامل میشه. هم دارای آله تسکیر یعنی مرتبط به مذکر و هم آله تانیث مرتبط به مؤنث را دارا می باشه و گرده میآید تخمه را در همون نبات القا میکنه. وقتی محیط را به این شکل عیار ساخت، او یک کار دیگه ای را هم که انجام داد، کوشش کرد که نسل خالص را به وجود بیاره و یک قدر روی از این موضوع کار کرد که نژاد خالص را برای یک صفت بتانه که به دست بیاره. شاگردای عزیز، تجربیاتی را که مندل انجام داد، اول انتخاب نبات موشنگ را به پیش گرفت و بعداً قسمی که گفتم براتون نسل خالص او را به وجود آورد و روی از او تجربیات را انجام داد. شاگردای عزیز، بر شما اگر مثال بتم، اگر میخواست که مشخصات شکل دانه را مورد مطالعه قرار بده، اول از همه نبات را خالص میساخت، یعنی فقط نباتی را استفاده میکرد که صرف یک صفت از هر مشخصه را دارا باشه. آله تسکیر نبات خالص با صفت دانه صاف را از همدیگه جدا میکرد. یعنی او به این توجه میکرد که فقط یک صفت نبات را انتخاب کنه و برای همو تجارب را انجام بده و بعد وقتی که مورد مطالعه قرار میداد و یک نبات خالص را صفت دانه صاف را جدا کرده بود، بعد از او توسط گرده یک نبات خالص دیگه‌ای که او را به دانه چملک انتخاب کرده بود، اینا را با هم گرده را یک جا میکرد که بیای تخمه را القا کنه و هدفشی بود که بفهمه اگر دو نسل خالص را با هم یک جا بسازه، نسل حاصله یا فرزندان چگونه خواهند بود. یعنی وقتی شکل خود نبات موشنگ را اگر ما در نظر بگیریم، یکی چملک و یکی هم صاف، او نبات را انتخاب کرد و با یک صفت اونا را خالص ساخت. برای صفت دانه صاف به صورت جداگانه نبات را انتخاب کرد، برای صفت دانه چملک جداگانه نبات را انتخاب کرد، هر کدام را خالص ساخت. بعدا اون نبات به دست آمده ای که به یک صفت خالص شده بود را گرده و تخمه را با هم القا کرد تا ای که ببینه نسل بعدی چگونه ایجاد میشه و صفاتی را که نسل بعدی داره دارای کدام از این صفت می باشه، چه شکل را به خود میگیره. و همین تجربیاتی را که مندل انجام داد و به همین هدف پیش رفت شامل دو مرحله میشد، یکی تجربه اول و یکی هم تجربه دوم. ما تجربه اول را امروز میخوانیم تا اینکه شما بفهمین که همین کار را وقتی انجام داد چی نتیجه را تانست مندل بگیره. خب شاگردای عزیز، اولین تجربه مندل به چه شکل بود؟
مندل در اولین تجربه خود چندین نبات موشنگ با هم تزویج کرد تا اینکه مشخصات مختلف را مطالعه کنه. او اول خود را مطمئن ساخت که نبات برای یک صفت خالص شده و بعدا اونا را با هم تزویج کرد. مثلا نبات خالص با رنگ گل ارغوانی را با نبات خالصی که دارای رنگ گل سفید بود یک جا کرد. هدفش چی بود؟ که ببینه نسل بعدی به چه شکل با وجود می آید. شاگردای عزیز، نباتی که از تزویج اینا به وجود آمد، نسل جدیدی که به وجود آمد، او را نامش را ماند F1، یعنی First Generation، اولین نسل از همین نبات ایجاد شده و گفتیم نامش را F1 گذاشت و زمانی که مطالعات خود را انجام داد همه اونا را نوشته کرد و بررسی کرد که به چه شکل نسل بعدی دیده میشه. همچنان شاگردای عزیز، اگر یک مثال دیگه بر شما بتم، اگر دانه را در نظر بگیریم، دانه نبات موشنگ را برای یک صفت خالص می ساخت، دانه چملک، دانه صاف. وقتی نباتات را به یک صفت خالص ساخت، بعدا در اثر تزویج اونا دید که نسلی که تشکیل میشه که براتون گفتم F1 نام ماند، تنها یک صفت را نشان میده. مثلا تنها نشان داد که دانه ها چملک هست، صفت دیگر آشکار نساخته بود. همین قسم رنگ در بین ارغوانی و سفید، همه نسل رنگ ارغوانی را داشت و رنگ سفید آشکار نشده بود. همینجا بود که مندل او صفت والدین را که در نسل اول آشکار شد به نام صفت بارز یا دومینانت و او صفتی را که در نسل اول آشکار نمی شد به نام صفت مخفی یا رسسیف یاد کرد. شاگردای عزیز، پس زمانی که مندل در تجربه اول این کار را انجام داد و برای یک صفت نبات را خالص ساخت، رنگ ارغوانی رنگ سفید با هم تزویج کرد، رنگ ارغوانی نسل اول با وجود آمد. زمانی که برای یک صفت خالص ساخت، مثلا صفت شکل دانه چملک، شکل دانه صاف، وقتی با هم تزویج کرد شکل دانه چملک نشان داده شد. پس مندل این نتیجه گیری را کرد و گفت که در وقتی که همی تزویج صورت میگیره، همه نسل اول یا F1 تنها یک صفت به خود میگیره و صفت دومی آشکار نمیشه و او نامگذاری کرد. گفت او صفت والدین را که در نسل اول آشکار میشه عبارت از صفت بارز یا دومیننت هست و او صفتی را که در نسل اول بارز نمیشه و مخفی میمونه به نام صفت مخفی یا رسسیف یاد کرد. پس شاگردای عزیز، زمانی که مندل این کار را انجام داد، بعد از او به خاطر از اینکه بفهمه سرنوشت صفت آشکار نشده یا صفت مخفی چی میشه، تجربه دوم خود را به پیش برد. شاگردای عزیز، اگر شما به تصاویر خوب دقت کنین متوجه میشین که مندل زمانی که نبات موشنگ را انتخاب کرد و برای یک صفت او را خالص ساخت، یک صفت به طور مثال صفت رنگی را انتخاب کرد که رنگ ارغوانی باشه و تنها به صفت رنگ ارغوانی خالص ساخته شده. اون نبات دیگه هم به رنگ سفید خالص ساخته شده. با هم تزویج زمانی که شده، نسل بعدی رنگی که ایجاد کرده رنگ ارغوانی هست. این نسل اول یا First Generation F1 نام گذاری کرد و متوجه شد که یک صفت دیگه مخفی هست، یعنی رنگ سفید مخفی هست، رنگ ارغوانی بارز هست. او گفت که همین صفت که خود را نشان داده دومیننت هست، او صفتی که خود را نشان نداده رسسیف هست. شاگرد عزیز، اگر شکل دانه را در نظر بگیریم، شکل دانه چملک و شکل دانه صاف، مندل به هر کدام اینا، یعنی نباتی را که انتخاب کرده، تنها به یک صفت خالص ساخت، به صفت دانه چملک خالص ساخت، به صفت دانه صاف خالص ساخت. بعد اینا رو با هم دیگه تزویج کرد. در نسل اول یا F1 همه نباتاتی را که به دست آورد دانه چملک را نشان میداد و صفت دانه صاف
مخفی ماند. او گفت که دانه چملک عبارت از صفت بارز یا دومیننت هست و دانه صاف صفت مخفی یا رسسیو هست. خوب دقت کنین و این بود نسل اولی که در اثر تجربیات مندل در مرحله اول یا تجربه اول به دست آمد. بعد از این مندل هم به این فکر شد که حال سرنوشت این صفت مخفی چی میشه. همین دانه را که بر شما مثال دادم، دانه که شکل صاف داره در کدام نسل ایجاد میشه؟ یا هم رنگ گل خود همون نبات که سفید رنگ شد در کدام نسل ایجاد میشه؟ و او خاطر تجربه دوم را هم انجام داد. شما تجربه اول را خوب مطالعه کنین، خوب بخونین، بعد ما روز آینده درباره تجربه دوم هم بحث خواهد کردیم. شاگردای عزیز، بحث تجربیات مندل کمی مغلق به نظر میرسه، اما اگر شما خوب دقت کنین همه موضوع را میتونین یاد بگیرین. آیا درس امروز همگی یاد گرفتن؟ بله استاد. سوال ندارن؟ نه خیر استاد. خوب. خب شاگردای عزیز، نظر به اینکه دیگه سوال ندارین، ما درس را ختم میکنم. بر شما کارخانگی میتونم. کارخانگی تانی هست که درباره تجربیات مندل نوشته میکنین و همچنان درباره تجربه اول مندل نوشته میکنین که به چی نتیجه مندل رسید، چرا تجربه دوم را انجام داد و روز بعدی درباره تجربه دوم هم بحث خواهد کردیم. تا درس بعدی با یک موضوع جدید، همه شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.